سلام. امروز میخوام براتون تحلیل طلای 18 عیار رو داشته باشم و اون طلای داخلی ببینیم چه اهدافی رو داره، کجا میتونیم ورود بزنیم، کجا میتونیم خارج بشیم و سیو سود داشته باشیم و کلا بهترین نقطه ورود و محدوده ورود کجا هستن و اینکه کلا روند طلا در آینده چه جوریه. ببینید این نمودار هفتگی شما من آوردم. ما از گذشته که چک بکنیم قیمت از اینجا حرکت کرده اومده پایین، برای ما یک کف ساخته و کامل دیگه رفته بالا و دیگه فعلا هیچ کفی رو توی هفتگی نداریم. بین این سقف‌ها هیچ گونه دایورژنسی رو نداریم و کاملا توی روند صعودی هفتگی قرار داریم و هیچی اصلا نشون از نزول قیمت نمیده. خب آخرین گام حرکتی ما کدوم بوده؟ آخرین گام حرکتی ما این بوده، یعنی قیمت اینجوری اومده حرکت کرده. خب برای که بدونیم تا کجا میتونه حرکت کنه میایم همین گام حرکتی رو رسم میکنیم. من اینا رو رسم کردم و باش بالا میریم که تمام این تارگت ها فعلا تاچ شده و نزدیکترین تارگتی که الان وجود داره که احتمال زیادم تاچ میشه همین به زودی و در کوتاه مدت اینه. این تارگت کوتاه مدتشه و 18 و 20 هم که تارگت های میان مدت و این هم میان مدت در واقع دیگه خیلی کوتاه مدت نیست. خب این از هفتگی. میریم به تایم روزانه. تو تایم روزانه میبینیم که کاملا روند صعودیه و ما بخوایم مشخص بکنیم اون حرکت همونو، تایم روزانه تقریبا از اینجاهای حرکت صعودی شکل گرفته. ما میتونستیم اینجاها پله‌های ورودمون رو بزنیم که روند نزولیمون تموم شده و روند صعود شکل گرفته و فعلا هم که در راه این تارگت کوتاه مدت 16900 داره قیمت حرکت میکنه. خب فعلا برای بلند مدت، سرمایه‌گذاری بلند مدت به هیچ عنوان پیشنهاد نمیشه که تو این قیمت ها ورود کنید. برای بلند مدت خیلی بهتره که بذارید حالا قیمت بره بالا و یه واکنشی رو به این محدوده ها داشته باشه تایم هفتگی و پول بکش رو ما بتونیم استفاده کنیم در جهت سرمایه گذاری برای دید بلند مدت. اما برای کوتاه مدت و نوسان گیری میتونیم کاری که کنیم این تارگت کوتاه مدت که به زودی تاچ میشه. ما میایم به تایم 4 ساعتمون. در حال حاضر ما توی این نواخت قرار داریم. من هایرام طبق مکتی 1/4 همون آموزش های خودمون توی کانال میکشم. ببینید اینجا دقت کنید داریم 4 ساعته عمرت یه رو پایین تر زده و روند سودی ما رو تموم کرده. خب ما اینجا اصلا به فکر سل نیستیم، یعنی این طلا و دلار کلا به دید سرمایه گذاری اینجا ما به هیچ عنوان به قصد فروش نداریم اینجا، مگر اینکه اون خریدی که داشتیم یه پله اینجا بعد از زده شدن این کف سیو سود کنید و اما بعدش با زده شدن این سقف در ادامه این نیمچه روند نزولی که تموم میشه ما توی همین کف میتونستیم با پایین اومدن مکتی 1/4 یه خرید بزنیم. خب تو لایو بازارم که فعلا قیمت اینجاست و ما میتونیم صبر کنیم برای تشکیل یک کف توی مکتی 1/4 که اگه همچین سناریوی شکل بگیره میتونیم تو هولوش قیمت 15 و 100 15 و
خود 15 حالا عدد رونتری همین هول و هوش ورود کنیم به این تارگت کوتاه مدت 16900 یا 17 که میتونه حالا اگه این محدود ما ورود بده بستگی داره که این مکدی 1/4 بیاد زیر و ما بتونیم اینجا بایمون رو بزنیم باش. حالا به محض اینکه این اتفاق افتاد من حتما سیگنالش رو توی کانال میدم برای دوستانی که خواستن استفاده کنن. خب اینجا همچین شرایطی اگه به ما بده و بتونیم توی این محدوده بای بزنیم میتونیم از طلا انتظار 10% سود داشته باشیم و توی این محدوده ها مقدارش رو اینجا بفروشیم و مقدارش هم این ناحیه سیو سود کنید برای دوستانی که حالا ریسک پذیر ترن، یا هم کلش رو میتونید اینجا خالی کنید که 10% میده. حالا تا اینجا هم یک 17% میتونه سود باشه. در کل سناریو برای طلا فعلا سوده تا به این تارگت ها برسه و این تارگت کوتاه مدت نزدیکترین تارگتشه که ما بهترین نقطه ورودی که میتونیم داشته باشیم فعلا، اونم به دید نوسانگیری عرض کردم، به دید نوسانگیری صبر کنیم که توی این محدوده های 1500 و 1200 یه ورود بده به تارگت 17 تومن. اما به دید سرمایه گذاری برای بلند مدت فعلا اصلا مناسب خرید نیست توی این قیمت ها و باید بذاریم که حالا یک جهشی رو داشته باشه همچنان رو بالا و از یکی از این منطقه ها یک برگشتی رو بده که ما بتونیم ورود کنیم.